که سینه رو سپر کرده داده جلو، به افق دور خیره شده و زبانش از بیخ دهنش داده بیرون، داره سیبش میکشه و از این هولناکتر میگفت اما اگه روزی جای استخر رفته بودی و دیدی آقای تو آب استخر بی تحرک وایستاده به یک نقطه از آب استخر زل زده و خیره شده، اون بیشرف داره کاری رو میکنه که نباید. خب بسه یادمه بریم برنامه با جناب چیست؟ انقدر این موجود کم اهمیته که نمیگه کیست، میگه چیز، جز اشیاست. میگه با جناب مثل سوراخ اول کمربند میمونه، همیشه هست اما به هیچ دردی نمیخوره. میگفت که دو تا با جناب سوار یه الاغ شده بودن، توی یه مسیر میرفتن، پشت سریه برگشت پشتش رو به یکت نشست. یه شدن چرا پشتت رو به این کردی؟ گفت آدم دم خر رو ببینه بهتر از این پس گردن پشت آقا دستم و از این لحظه بعد نمیخوام براتون بخونم به دو دلیل. اول که من شومنم، خواننده نیستم. دوم باید بهتون بگم عزیزان من با همه احترامی که برای خواننده های خوبی کشورمون قائلم، باید بگم کارهایی رو که خواننده ها انجام میدن دیگه واسه من پیش پا افتاده است. جدی میگم، داری قضاوت میکنم. یه اخلاق عجیب ما ایرانی داره. تو زندگی از هر چیزی که خیلی خوشمون میاد یا خیلی بدمون بیاد در هر دو صورت فوش میدیم. حالا بهت ثابت ذهن شما رو خوندم، اکثرا تصور کرد و گفتی که پسر از خود راضی رفتی اون بالا میگه من از خواننده ها برترم. اینطور نیست. مجبورم کرده احضار روح کنم اقرار میل باطنی. از این کارا خیلی خوشتون بیاد نه؟ روح محسن یگانه رو یه لحظه میکشم. به این قشنگی دارم گلومو جر میدم. صدای محسن یگانه شبیه سازی میکنم، اون آقا اون گوشه برگشته اینطوری میکنه چه صحبت چقدر قشنگ. من گفتم در هم دو صورت فوش میده، چه خوشش بیاد چه برش بیاد. عوضی من تشویق کنید فوش میده. گره کوری که بخت منه که تمومه اتفاقای بدش شاهده زندگی سخت منه. شدی و غمگین میزنی تو آخرش میگی خدا